وقتشه که هنر تتوتون رو خیلی خیلی خفن‌تر کنید. سلام رفقا، من سهندم. امروز اومدیم با معرفی یکی از ترندترین محصولات تتو، پرینتر اوزر. انقلابی در صنعت تتو. شاید یه آرتیست حرفه‌ای هستی یا شاید هم تازه با این هنر آشنا شدی، فرقی نمیکنه. پرینتر اوزر بهترین انتخاب برای استنسیل دقیق. با طراحی و دقتی که این پرینتر داره به طراحیاتون جون میبخشه. پرینتر اوزر مجهز به یه فناوری بسیار پیشرفته است که اون انتقال گرما به تمام سطح کاغذ. مهمترین قابلیت پرینتر اوزر اینه که بلوتوث داره. یعنی چی؟ یعنی به گوشی، لپتاپ، تبلت و پی سی وصل میشه. واو. خب چجوری باش کار کنیم؟ دکمه رو 3 ثانیه نگه میداریم. چراغ قرمز نشونگر اینه که دستگاهمون روشن شده. باید کاغذ ستاپ کنیم. این دوتا دکمه رو میزنیم، باز میشه و کاغذ رو میتونیم بذاریم. البته 2 راه داره برای گذاشتن کاغذ که با هم دیگه میبینیم. خب یه نکته خیلی مهم داره، اونم اینه که فقط با کاغذهای خودش خیلی سینکه و طرحو به بهترین نحو انتقال میده. اون 2 راهی که گفتیم چه شکلیه؟ بعد از جدا کردن عرقگیر کاغذ این قسمت میتونیم قسمت زرد رنگ رو جدا کنیم و درب پرینترمون باز کنیم. این قسمت از اینجا میره داخل، کاغذ رو فیکس میکنیم و درب پرینتر رو میبندیم. چراغمون سبز شد، آماده است. یا روش دوم، ما باید این قسمت زرد رنگ رو جداش کنیم. خیلی کمک میکنه این قسمت زرد رنگ رو جدا کردن به اینکه شما از بالاترین قسمت استنسیل پرینت بگیرید. جداش میکنیم. ببخشید که من دارم جرش میدم، شما میتونید با کاغذ یا با قیچی یا هر چیزی مثل اون جداش کنید. وقتی که اینو پاره کردیم، جر دادیم یا هر چیزی مثل این، برگر رو میدیم به پرینتر، خودش شروع میکنه به جمع کردن و بازم پرینتر آماده به کاره. خب بریم سراغ اپلیکیشن مربوط به اوزر. از طریق اپ استور برای آیفون و از طریق گوگل پلی برای اندروید میتونید اپلیکیشن گوگل استنسیل رو دانلود کنید و واردش میشیم. اینجا خب چون هنوز کانکت نیست به پرینترمون، این بالا علامت قرمز داره، پرینترمون رو روشن میکنیم و خودش بهش وصل میشه. گزینه یعنی ارور اوت آف پیپر رو به همون میده. ما فقط کافیه که حالا به همون روش دوم من کاغذ رو جا میذارم و تموم. حالا 4 تا گزینه داریم داخل اپلیکیشنمون. البته یه خبر جذابم قبلش بدم. توی اسلایدرهای بالا همون جوری که میبینید فروشگاه MRT به عنوان نمایندگی فروش پرینتر اوزر توی اسلایدرهای بالا هستش. آفرین به MRT. میریم سراغ گزینه ها. گزینه اول میشه فوتو ادیتینگ که از طریق این گزینه شما میتونید طرحتون رو وقتی که انتخاب میکنید با همون سایز A4 یعنی کامل اندازه صفحتون میتونین پرینت بگیرین. یه سری گزینه پایینش داره که میتونین عکس اضافه کنین برای صفحه دوم، میتونین پاک کنین این عکس رو و با گزینه کرییت میتونین روی عکستون تغییرات ایجاد کنین. چه تغییراتی؟ روتیت هست برای اینکه عکستون رو بچرخونین، کات هست برای اینکه حالا یه قسمتی از طرح رو ببرین، فیلتر داره که میتونین عوض کنین استایل طرحتون رو همونجوری که میبینین و گزینه ادجاستمنت هست که برای تنظیم نور به صورت دستیه. این خیلی کمک میکنه برای استنسیل کردنمون. بسیار بسیار اپلیکیشن باحالی داره و خیلی خیلی هم ایزیه، یعنی کار کردن باش خیلی راحت. بریم سراغ گزینه دوم، گزینه کلیج که یکی از
فرقایی که با بقیه پرینتر داره پرینتر اوزر همین گزینه کلیج بسیار بسیار راحت میتونین طرحتون رو وقتی انتخاب کردین این بالا این تغییراتش به اینچ و میل تغییر میکنه. میتونیم اندازه تصویرمون رو هر قدری که دوست داریم و در هر کجایی از صفحه که دوست داریم بذاریم. حتی چند تا طرح رو میتونیم بذاریم، یعنی شما حتی 2-3 تا طرح هم میتونید اینجا جایگذاری کنین و پرینت بگیرید. زیر این دوباره مثل همون قسمت فوتو ادیتینگ یه سری گزینه داره که ریپلیس برای اینه که بتونیم ما عکس دیگه یه بذاریم. سایز ادیت برای تنظیم سایزمونه. کات داره، روتیت داره و فیلترها و ادجاستمنت عین قبلیه. خب میریم سراغ گزینه سوم، ایمیج اسپلیتینگ. این برای چیه؟ زمانی که ما یه طرح داریم بزرگتر از سایز A4 میخوای فول بک بزنی، میخوای یه طرح بزرگتر از A4 بزنی، خود این میاد طرحتون رو به بخش‌های مختلف توی A4 تقسیم کنه. یعنی اگه طرحتون بیشتر از یه A4 اینجا با گزینه واید و های میتونیم اندازه‌اش رو تنظیم کنیم، با میلیمتر میتونیم بهش میلیمتر بدیم و خیلی راحته. یعنی خودش میاد اندازه طرحتون رو وقتی بهش میدین براتون به آچهارهای مختلف تقسیم میکنه. این واسه کسی که حالا طرحهای بزرگ میزنه و مشکل این رو هم رفع کرده، خیلی خیلی کامل اپلیکیشنش. گزینه آخر هم که خب ایمیج اسکنینگ، این هم برای اینه که اگه طرحی دارین که همین الان میخواین تازه ازش اسکن کنین و پرینت بگیرین میتونین این کار رو انجام بدین. یکی از بهترین اپلیکیشن هاییه که خود من تا حالا باش کار کردم و یکی از بهترین پرینتر هایی که با اپلیکیشنش کامل سینکه و میتونین هر خواسته که دارین رو باهاش برآورده کنین. فقط همه محصولات دنیا یه سری مشکلات دارن. البته میشه بهش گفت مشکل، میشه بهش گفت باگ یا هر چیز دیگه. پرینتر اوزر هم شامل اون میشه، اما خودش اومده، یعنی خود کمپانی اوزر اومده راه حلایی رو داده که الان ما هم دیگه میبینیمش. مشکل اول اینه که چرا هنگام پرینت کردن 2 تا خط سیاه اون بغل میفته. اون 2 تا خط سیاه به خاطر اینه که ما توی توضیحاتمون گفتیم این پرینتر سطح حرارت رو در تمام کاغذ میاد پخش میکنه. این اتفاق باعث میشه که شما وقتی طرحتون وسطه 2 تا خط سیاه برای اینکه کل حرارت انتقال پیدا کنه به تمام کاغذ اون 2 تا خط سیاه بیفته. زمانی که وارد برنامه میشیم، وقتی که پرینت گرفتیم، بریم از قسمت پرینت ستینگ گزینه آنتی رینکل مود رو بیایم کلوزش کنیم. الان روی چیزی که من دارم روی بدره، ولی میتونیم کلوزش کنیم و دیگه اون 2 تا خط سیاه مثل چیزی که داریم میبینیم نمیفته. بریم سراغ مشکل دوممون. بعضی موقع هستش که شما داری پرینت میگیری، پرینتر نصفه کار رو متوقف میکنه. این دلیلش چیه؟ دلیلش دوباره گوشیمونه. اینه که شما زمانی که داری پرینت میگیری به هیچ عنوان نباید نه گوشی رو لاک کنید نه از اپلیکیشن بیایم بیرون. این 2 تا اتفاق باعث میشه که پرینتر ما کار رو نصفه ول کنه و شاید ادامه پرینت رو نگیره. خب اینم واقعا مشکل خیلی حادی نبود. مشکل سومش که من حالا پرسیدم میشه چرا فقط قسمت بالایی کاغذمون داخلش میره. یعنی شما وقتی که این برگه رو میذاری داخل امکان داره که فقط این قسمت رو جمع کنه و قسمت کاربون رو نکشه داخلش. این یکی از مشکلاتی که بهش برخوردیم. ما از این کار میتونیم چه نتیجه بگیریم؟ این 3 تا اتفاق میفته: یا هد پرینتر و قلتکش باید تمیز بشه، یا اپلیکیشنمون ورژن قدیمی داره، یا اینکه پرینتر کاغذ رو نمیتونه بکشه. باید یه ذره کوچولو کمکش کنین. این کمک باعث میشه که مشکل حل شه. یک بارم این کمک رو انجام بدین، اون قلتک شاید کثیفی داره میچرخه و تمیز میشه و تمام. مشکل بعدی وقتی پرینترمون
این شکلی تو این استایل کاغذ رو نمیشناسه، ما این شکلی بهش کاغذ میدیم، میگه که آقا من این کاغذ رو نمیشناسم. الان باید چیکار کنیم؟ دستگاه رو وقتی که روشن کردیم باید کاور دستگاه رو باز کنیم، یعنی این دو تا قسمت پوشی که نوشته روی دستگاه باز میشه، جایگذاری میشه و مشکل احتمال خیلی زیاد حل میشه. اگر حل نشد شما یعنی این دکمه پاور رو 20 ثانیه نگه دارین، سبز میشه، قرمز میشه، سبز میشه و پرینتر یه ریست میشه، دوباره راه اندازی میشه و درست میشه. همون ریست خودمونه ولی حالا 20 ثانیه بعد نگه داریم دیگه. و راه حل آخرم اینه که شما کاغذتون شاید خراب شده، کاغذ رو عوض کنید. یکی این سه تا بازم این خیلی خیلی راحت میشه حلش کنیم. مشکل آخر و شاید یکی از مشکلاتی که خیلی ها بهش برخوردن اینه که نوشتن آقا دستگاه ضعیف کار میکنه یا خوب پرینت نمیکنه. این به خاطر اینکه مثل روز اولش براتون کار کنه باید اپلیکیشنش همیشه باهاش به صورت سینک آپدیت بشه، یعنی شما ورژن آخره اپلیکیشن رو همیشه باید داشته باشین که این اتفاق نیفته. وقتی ورژن قدیمیه خب یه ذره تداخل داره بین گوشی و پرینتر و باعث میشه که پرینترتون زور بیشتری برای چاپ بزنه و امکان داره که نتونه خوب پرینت کنه و پرینت درستی به همون نده. یا یکی دیگه از مشکلاتی که هست، ما میگیم که توی پرینترها کلا توی پرینترهای حرارتی عکس باید کم رنگ بشه. این به این دلیله که هم دیتیل و جزئیات رو بهتون بیشتر بده، همین که خیلی خیلی تر واضح تر باشه و حرارت کمتری مصرف بشه. هر چقدر حرارت کمتر مصرف بشه عمر پرینتر هم میره بالاتر. و یه مشکل دیگه، حالا من مشکل رو نمیدونم ولی شاید باشه، نوشتن که دستگاه خیلی گرم میکنه. خب طبیعتا همه دستگاه شارژات و گوشیامون هم داغ میکنه به صورت طبیعی. اگه به صورت غیر طبیعی این پرینتر داغ کرد و شما از حد معمولش دیدین بیشتر داغه، باید چه کاری انجام بدین؟ دستگاه رو باز میکنیم، تمیزش میکنیم، 5-6 دقیقه بهش زمان میدیم و دوباره دستگاه رو ران میکنیم و باهاش کار میکنیم. خیلی مشکل خاصی نیستش ولی حالا اگه پیش اومد هم اینو گفتیم که باشه. خب من در آخر یه نکته خیلی خیلی مهم بگم، اونم اینه که به هیچ عنوان 2 تا کار رو نباید انجام بدی. حالا اون 3 تا کار رو نکن، برای پرینتر روزه 2 تا کار رو نکن. کار اول چیه؟ اینه که به هیچ عنوان دستگاه با آداپتورهای فست شارژ برای گوشی‌های جدیدی که داریم و پاور بانک استفاده نشه برای شارژ کردن این پرینتر، چون به شدت به باتریش آسیب میزنه و باعث میشه که عمر دستگاهتون خیلی بیاد پایین. نکته دوم اینه که نکته دوم هم اینه که شما وقتی که کارت با پرینتر تموم شد حتما خاموشش کنین. اکثرا روشن میذارن و میرن. این هم باعث میشه که عمر باتریتون بیاد پایین. چیز دیگه ای نداره. ضربه به پرینتر بزنین این شکلی میشه و زود خراب میشه. امیدوارم تا اینجا لذت برده باشین. خیلی ممنون که با ما همراهین. خدا نگهدار.